این سرا ماما از کینه؟ از مانه چره؟ ها شما کینی ماما؟ ها؟ ما کینو؟ اسم شما چیه ماما؟ ماما نوروز. ها شما شو مادر منه ماما؟ چه کاره؟ شما شو مادر منه؟ ای میگم که تو میتونی که بری اونجا سیکو که اسممو مرتکاکی که پیارتا شده بیده پیار مکنه شده مرتکاکی که مادر ما بستنده اسمی و ماما نوروزه. انا ماما نوروزه انا غلی بالا پلو کربا لنبیده. ها انا ما بپرسم که غلی بالا پلو کربا لنبیده کجایه؟ انا نانی من اینجا پیدا میشه. با ما مردم بگفتن که نانی دیشتی نانی تو شوار کرده. این شوار کرده نانی من اینجیه. این شوار هم اینجا نانی خورم میبینم. انیته وقتی که بدیدم من باز میگم که نانی شوار کردی من یله کردی نانی. انیته میگه دیگه من که میگم نانی من یله کردی دل تو به من نمیسوزه نانی. او میگه نانی ها میسوزه. میگم حالا که میسوزه من چرا مرم پیش ماما خبرم؟ من به پیش ماما خبرم مر نمایم. من تاشو میزنم مر میکنم عن زمستون شنوم لیست کرد هیچی به من نمیدم. نه مر بیا جمع کن یا شوهر خود طلاق دی. من میگم نه شوهر خود طلاق دی. شوهر خود یا طلاق دی یا من هم بیا مثلا جمع کن. سلام علیکم لالا جان مونده نباشی. سلامت باشی. زنده باشه. برار آمد شما کی بود اگمی؟ شما یک مرتکه که میشناسین که ماما نوروزه؟ کی میشناسم؟ یک مرتکه که ماما نوروزه؟ چطور ماما نوروزه؟ 100 تا ماما نوروز هسته. اون همسایه ما ماما نوروز نام داره. ها همون همسایه شما نه. شوهر مادرمه. تو دیونی تو شوهر مادرمه. ماما نوروز یک بچه 17-18 ساله داره عباس نام داره. با تو با شوهر مادر به خود پیدا کردی. ها شوهر مادر شو مادر منه. شو مادر منه که من برادر من گفتم که تو 20 بیدی 20 و هله 20 سال و هله بیدی خوبه؟ مادر من خدا بیامرزه پیرم که فوت شدم. مادر من همی ماما نوروز شوهر شده. مادر شوهر شده. فهمیدی؟ این مادر شوهر شده. ما سرا ما اقل پینیم ما. یک چیزی با همین جگه برارم غلی بالا چیزی همین غلی بالا پلو کربا لنبیده. بله یک چیزی با تو بگم. گردنم بند باشه از اول تا آخر تو هر چی بگفتی من نفهمیدم چی گفتی. ماما نوروز مادر شوهر ما شده. شوهر مادر ما نه مادر شوهر من نه. پیار ما چون نه شوهر مادر ما شده. ماما نوروز خودی و زن داره بفهمیدی. یک بچه 10 ساله داره عباس نام داره. همین تکم میگفتم من خو یاد نمیدم. همین تکم میگفتم ماما نوروز زن بمرده و زنکر بستنده بوده. همین تکم مادر ما و پیار ما میگفتم عباس بچی و نیه بچه انداره. نمیتونم من میشنیدم و خبر دارم از تو من خبر ندارم. همون عباس میشناسم که بچه انداره. اصلا تو به اوش خواستی که تو چی میگی؟ عباس بچیو؟ بچه 18 ساله داره عباس نام داره. آها برارم سمندر نامدش برار. مبارک باشه. برارم غندقی بیده گوته غنداخ. انا برارم سمندر نامدش سمندر. چشمام روشن سمندر نیه. یک بچه داره 18 سالی مادر اینا میگفتم یه از اون زنه که از اون خونه دگیو بوده. بابا همون خود ماما اسمش شاید تبادله کرده باشه. همین آدرسی ماما جو بده من نانه خور یاد کردم برم بعد 20 سال میشه 20 سال میشه نانه خور ندیدم. امیر بابا بگی کجای برم من نانه خور ببینم. همون زنی مادر منه. یعنی اون مادرتونه؟ ها تو مادرتونه که تو ببین 20 سال به کجا بودی؟ خب ما به خونه خوب بدم من پیش ماما خب مزدور بیدم من. خب حال پیدا شدی بیا میگه که مادر بنه. ها خانم ما آدرسی به تو بدم ما کار ندارم. خوب به کار تو
فقط میتو گرفتیم این کوچه رو بفهمیدی بالا یک ساختمانی میایه به جلو تو او نه یک ساختمان دیگه آجرنمایی در سرا کلونه داره در سیاه انمو سرا ماما نوروزه بفهمیدی انمو در سیاه در سرا ماما نوروزه خیر بینی ماما جون شو مادر مدگه ما دیگه نمیفهم که شو مادر تو شو مادر عباسه پیار عباسه همون عباس سمندر بیده برار مه بابا سمندر بیده و درمندر بیده هر کی بیده ماما اگه مو عباس من ببینم حالا میشناسم خدایی تو ادیونگی میده که معلوم میشه مادر خورن نخوابش نسی تو عباس کو میگی خوردی بیده بس شما باشه ما برو ماما جون بچه ترکله افران گیت بچه ماما نوروز تو باش منو خوش که خوبم تو بارخون بیاتی ها امی لالا کو گفته ایت که بیای اینجا ساختمانیه انه درس یعنی ماما مشیشته ساختمان هم درس یا همینه سلام علیکم من نباشه ماما جان و علیکم سلام جور باش ماما زمان ماما جان خوبه شنو ماما جگر جان جوره یارم خوبه سلامت باشیم این سلام ماما از کینه از مونه چره ها شما کینی ماما ها مکینو اسم شما چیه ماما ماما نوروز ها شما شو مادر منه ماما چه کاره شما شو مادر منه شما برای ماما جان شما شو مادر منه شو مادر تو ها اشتباه گرفتی کوکو جو من یک زن پولونه بموندم من مادر تو دیگه ما چیکار کنم پیار خوبه کردم ماما شما بچه داریم بچه دارم او اسم بچه شما چیه اسم بچه من عباس خب خورتککی که به چی بیدن سمندر اینه چه گریه میکنی چه کار خیخ نکن شده خورتر گفتی سمندر برار بله به تا قنداق بوده ها او به تا قنداق او برار ببینه من او وقت 20 بیدم حالی یکی کم 40 تایو یک کم 40 تایو بود او مادر منه او مادر منه ماما جو برار من همون زن شما مادر منه کوکو جو تو حتما بد فهمیدی دگم ماما نوروز هست بیا از من پیار خوبه کردم تو بیاید به در خونه اینجا گریه میکنی که اصلا من در برار میبوده و چه کار فلانه من به نام عباس یک بچه دارم تمام همین شرم و نوروز نم داره یار خوبه کردم تو بیا به در سرو پیش میمیدی که تو ماما جان شما همون برار من میشه به من نشوندی برار تو متابه ولی نیه اینجی متاب رفته مادر من میشه بگین برو کوکو جو برات کار خود برو پیار خوبه کردم ماما جو مادر منه برو کوکو برات کار خود برو اشتباه گرفتی خیخ نکش برو دیگه برو ماما تو بگی که مادر بزنه من بشت برو که اشتباه که فهمیدی برو دیگه ماما مادر بزنه من بزنه شما کوکو جون لا گیلا کن من برو کوکو جون اسم من گیلا کن ماما جو ماما ناخوری یک دیگه ببینم کوکو جون تو 40 سال عمرتون میشتم رفتن خونه بیارم تو نشوندم عجب آدمی تو زن شما مادر منه برو کوکو برات کار خورش شما فهمیدی برو دیگه ماما نوروز هست اینجی لا فهمیدم برو کوکو برو بعد برو دستم برو ماما یک وصیت میکنم ماما چونه با برار من سمندر شما اسم عباس کنشتی با برار من سمندر سلام بگین تو به تا قنداق بده 6 ماه مادر تو شوهر کرده من کلون بودم من نماستیم شما حالا مادر با ماما تو اختلاط ما اختلاط کردم پود کردم حالا چوب میکنم ماما با مادر به سلام بگیم گیلک بوده اسم من گیلکه اسم تو گیلک بچه تو گیلک بگیم سلام به تو میگفته حالا بگیم به روز قیامت خور میبینی میگم یک چیزه از تو پرسان کنم به می 20 سال که تو به کجا بیدی که کجا هم گفته خود تو که مادر تو ساک و زن منه هم روزی که مادر تو رساندم با من نگو که من بچه کلونی هم دارم نگفته تو به می 20 سال به کجا بیدی من پیش مزدور بودم پیش ماما خو من بکشتم شل کردم من میزنم حالا کن کوکو جو برو دیگه همون روز هست برو کوکو خوب کردم برو پیار خوب کردم برو دیگه
سلام بگی ماما جو با برار من بگی سلام بگی با مادر به چی دیگه نگه من برو کاکا جو برو برای کار خوب برو برو دیگه همون روز هست برو دیونه تو سیکو که 40 تخته کام داره بیا اون نگاه که ما چون چه کار فلان تو این 20 سال به کجا بودی راست میگه همین تو چه که بود که بچه دیگه هم داره یعنی میگفتن گیلک بنام گیلکه همین گیلک 100%. سیکو از صبح به تعمی باغچه سر ما درد آمد از بیچه‌ای. این خدا میدونه که از صبح خور به کجا گم کرد. باز بری میگه همسایه به من میگه می برفته برات مادر خوب بگرده. او به تو به کجا مادری؟ اگه مادری بودی به می 20 سال بعد قم تور بخوردی. من از گوشنگی و توشنگی بمردم. از صبح به کجایی تو؟ بله از صبح به کجایی تو؟ من برفتم مردم گفتن تو نانی داری مردم اشتباه کردن که با تو میگه بزدم. پس من خبر داری که من از صبح میجی نی چای نی نونی حتی حلقه گلوم خوش شده که مال خود من بکشم که برم به سالن نمازدگر روز شده. تو خبر داری یا نه؟ چی میفهمیدم مردم همه مردم لکه میگن که تو نانی داری نانی تو پسر ماما همون ماما نوروزیه انا تو انا من جیگایه برفتم مرتکر پیدا کردم و مادر تو نیه بیاقل تو کی هوشیار میشی؟ کی عقل تو به جا میای؟ اگر تو مادر میداشتی به می 10 20 سال میامد از تو خبر میگیری به کجا تو مادر داری؟ مردم هر چیزی از پیش خود میگن. خب مردم میگن که تو زن مادری داری زن کرده مادر تو زن کرده من برفتم مرتکه که مادر من زن کرده بیدک انا مرتکه گفته که مادر تو زن کرده تو مال گپ زدن نمیفهمی که تو چی بگی که شو کرده یا زن کرده. تو گپ زدن نمیفهمی که مال تو چی بگی. مادر تو مادر بود خوار به من بود نبود ولی من به حرف گفتم من نکرد برای حرف گفت خود کرد برای شو کرد زندگی تو ری خراب کرد یلا کرد. او دیگه به درد تو نمیخوره که تو به دنبال ازی میگردی. اگر او به تو مدردری کردی به می 20 سال به تو مدردری میکرد. از این ساعت اما برای تو بگم خوب گوشا خوروا کو اگر دیگه خبر شدم که تو به دنبال ازی بگشتی به خدا تو را سر خورم که تام جو میزنم که یکی بگه زنده یکی بگه مرده. بس چیزی که چی میگم انت تیز کردی میری رو سر زمین میری من میرم به سلام پیاله چای لقمه نونی بخورم میام بده دیگه تو نبینم که به دنبال مادر بگردی. برو بخیر. تو سیکو که من عباس را مول سر این تاکبرد نگاه داشتم که می تاکار عدل ببرد تو من مول سر زی نبود تو سیکو اشتی چی رقم هم تاکبری هم همی رقمه والا که مثال انگور هم بکنیم دوش خوش انگور هم هدیم ما خودمانه بکنیم بخوریم بابا همین عدل تاکبری میکنیم مثال ما خدا میکنیم تو لا اله الا الله محمد بابا چیکار میکنی؟ میگو چیکار بالا شده؟ تو من بالا سر این متقی استاد کنم که تاکار عدل ببرد تو سیکو که تاکار چکار کرده بابا من چی میفهمم تو بوی دیگه همون دقیقه چی که بره یک گپ دیگه چی گپ بابا میفهمی تو بچگک 5 6 ماهی بودی شیر خوره بودی بابا بفهمی که من مادر تو رسونده بودم انال از این سند تا این تقریبا 17 سال تر شده انال یک برار دیگه هم که تو پیدا شده نه بله مادر تو می چی نگفته که برار دیگه من بچه دیگه هم دارم نیه بابا اون وقت که مادر تو رو بسوندم مادر تو من نگفته که یک بچه دیگه هم دارم چه جوونه خب اما بنام گیلک بابا یاره بابا نه مادرم ما گفته که تو برار دیگه هم داری نه هم شما گفتین ما که از این گپ هیچ خبر ندارم بابا ما که خودتکاکی بودیم دیگه یاره بابا خب من که به می گپ نمیفهمم شما این گپ بعد خود مادر ما گپ زنه مادر ما شما میگه من خود مادر تو گپ زدم گوی بچه منه همین تو بمرقم هم که معلوم میشه دیوانی که اصلا سر براب به دنیا وانه میشه بابا خو اگه بچه شما باشه بچه مادر ما باشه نمیگو به خونه را نمیده ما چکار کنم چیز دیوانه چلی بابا خو دیوانیه 40 تخته کم داره قرار من خیره بابا اینه ما چکار کنم او بچه نمی کلونی ما چکار کنم بابا خواهر رقم باشه برار من آخی ما کنه دیدم تالیو میگو من خود زیتی جمع نمیکنم بابا جانی ته خلاصه بود بابا گپ من نزن قبول نمیکنم اختیار خودم شما مادر بچه مادر چی نگفتم چی میگم مادر تو بگفت تاکی بچه منه دیگه من بیارم مسرا بیارم باشه برو مادر خو بگم برو بگو مادر خو چی